ظریف ولی با فکر کنم همونه نگاه کنید خانم جوانمرد، این من میخوام شما به عنوان یه سمبل ایرانی قدیما تو خونه هممون بود. ما داریم تو خودمون. بله جاجی ما گلیم که دیگه یه چیزیه که نه قرار نیست اصلا خراب بشه، فقط دشمنش بید زدنه. یه پشه‌های ریز میزنه که پشم بخوره، خطرش به اونه. خب یعنی